امروزه داغ‌ترین و جذاب‌ترین بحث‌های نظامی بحث مقایسه بلوک شرق و بلوک غرب، مخصوصاً بین دو کشور قدرتمند روسیه و آمریکا که هر دو مجهز به سلاح‌های هسته‌ای و اسلحه‌های پیشرفته‌ای هستند. خب دوستان، به یه ویدیوی دیگه از کانال علم سلاح خوش اومدین. امروز با شما هستم برای مقایسه دو اسلحه معروف که همتون میشناسیدش یا حداقل یه بار اسمشو شنیدین. M16 آمریکایی در برابر AK-47 روسی، دو تا از نمادی ترین اسلحه های جهان. البته رقابت این دو اسلحه از ده ها سال پیش وجود داشته و تو گذر زمان هر دو در حال ارتقا و بهبود عملکرد مکانیزمی بودند. اما بحث اصلی سر اینه که کدوم یکی از این تفنگ‌های تهاجمی بهترن. قبل اینکه بریم سر مقایسه این دو اسلحه تهاجمی، بهتره که یکم در مورد اسلحه‌های تهاجمی براتون توضیح بدم. اسلحه تهاجمی در اصل ترکیب مسلسل و تفنگی. اسلحه‌های تهاجمی اولین بار در طول جنگ جهانی دوم به تعداد بسیار زیادی مورد استفاده قرار گرفتند. AK-47 در سال 1947 طراحی شد و در سال 1949 مورد استفاده قرار گرفت. این اسلحه به کلاشینکوف هم معروفه که به زبان روسی مخفف اتومات کلاشینکوف، یعنی اسلحه اتوماتیک کلاشینکوف. این اسلحه از سال 1949 به بعد به یکی از اسلحه‌های سازمانی ارتش شوروی تبدیل شد و بعدها کلاشینکوف به یکی از معروف‌ترین اسلحه‌های جهان تبدیل شد. و اما M16 که طراحی مدرن‌تری داره. تاریخچه ساخت M16 برمیگرده به دوران جنگ ویتنام، زمانی که ارتش آمریکا متوجه شد که لازم یک اسلحه جدید جایگزین اسلحه‌های قدیمی که داره بکنه و همین دلیل باعث شد که در دهه 1960 شخصی به نام یوجین استونر اسلحه‌ای با نام M16 رو بسازه. AK-47 میشه گفت فرزند جنگ تمام عیار شورویه. این اسلحه از نظر طراحی و فناوری ساده می باشد. طراحی این اسلحه به دلیل ساده بودن قیمت ارزانتری نسبت به بقیه اسلحه تهاجمی دارد. همچنین ساده عمل کردن و کار کردن در هر شرایطی، چه در سرما و رطوبت و یا گرما، اونو به یکی از محبوب ترین اسلحه تهاجمی جهان تبدیل کرده است. کار کرده و نگهداری این اسلحه برای سربازهای تازه‌کار کاملا مناسب می باشد. ولی M16 به طور کلی اسلحه مدرن تره و اگه این اسلحه دست یک سرباز آموزش دیده و حرفه‌ای باشه، برتری بیشتری نسبت به عملکرد AK-47 داره. AK-47 و M16 تفاوت‌های بزرگی رو بین شرق و غرب نشون میده. AK-47 که اسلحه سنتی و جنس بدنش از جنس فولاد و چوبه. اسلحه AK-47 قطعاتش با دقت کمتری تولید میشه که از نظر مهندسان نظامی یه اسلحه تکنولوژی پایینیه که سیستم عملکرد ساده‌ای داره. و اما M16 زمانی که M16 معرفی شد یکی از پیشرفته ترین سلاح‌های تهاجمی محسوب میشد. آمریکا طی چندین دوره بهبود اسلحه M16 توانست به جای چوب و فولاد از آلومینیوم و به جای چوب از فایبرگلاس استفاده کند که همین باعث خوش‌دست بودن و سبکتر شدن این اسلحه شد. و اما بریم سراغ بخش مهمات این دو اسلحه. اما قبلش بگم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد، ویدیوهای ما رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا با این کار انرژی بیشتری به ما برسه و بتونیم ویدیوهای بیشتری براتون بسازیم. خب کالیبر اسلحه AK-47 7.62 میلیمتر می باشد.
یعنی قطر فشنگایی که AK-47 شلیک میکنه 7.62 میلیمتره که همین امر باعث میشه برد موثر این اسلحه بین 250 تا 300 متر باشه و لگد بیشتری نسبت به اسلحه M16 داشته باشه. اما کالیبر اسلحه M16 5.56 میلیمتره که این باریکتر بودن کالیبر باعث میشه هم اسلحه در عین شلیک لگد کمتری داشته باشه و هم سرعت دهانه بیشتری نسبت به AK-47 داشته باشه. در نتیجه برد موثر M16 بین 400 تا 500 متره و لازمه بهتون بگم که قدرت برش M16 از AK-47 بیشتره و قدرت تخریب AK-47 از M16 بیشتره. یه مثال براتون بزنم. فرض کنیم در فاصله 200 متری گلوله M16 به استخوان پای شما اصابت میکنه که بلا فاصله استخوان شما رو سوراخ میکنه و از اون طرف بیرون میاد. اما اگه گلوله AK-47 به همونجا اصابت کنه استخوان شما رو کامل خرد میکنه و به احتمال زیاد مرمی فشنگ داخل استخوان شما میمونه. پس از لحاظ برد و برش M16 برتری داره و از لحاظ تخریب AK-47 نسبت به M16 برتری داره. اسلحه AK-47 رو میشه به عنوان اسلحه سرد هم استفاده کرد. مثلا وقتی که سربازها تو نبرد تن به تن فشنگاشون تموم میشه و یا میخوان یک کار بی سر و صدا انجام بدن میتونن با قنداق و یا نیزه‌ای که به زیر لوله وصل میشه همدیگر رو بزنن. ولی خب ته قنداق M16 چوبی و سنگین نیست بلکه از جنس فایبرگلاس و سبکی که در این شرایط AK-47 از لحاظ وزن سنگین برتری داره نسبت به M16. البته یکی از مهمترین چیزا توی جنگ‌های سلاح تهاجمی اطمینان داشتن از اوناست که AK-47 خودشو توی این زمینه خوب به کاربرای خودش معرفی کرده. AK-47 به دلیل داشتن مکانیزم طراحی ساده تو نبردهای طولانی کمتر باعث گیر کردن و یا از کار افتادن میشه. درست AK-47 دقت M16 رو نداره اما مکانیزم ساده این اسلحه باعث میشه که این اسلحه هر وقت به مشکلی برخورد سریعا کاربر بتونه اونو باز کنه و مشکل این اسلحه رو رفع کنه. اما این قابلیت تو اسلحه M16 کمی دشوارتره، یعنی به این معنی که اسلحه M16 دچار گیر بشه کم طول میکشه تا کاربر بازش کنه و مشکل سلاح رو حل کنه. پس از لحاظ اطمینانی AK-47 قابل اعتماد تره. و اما از لحاظ تجهیزات جانبی که میشه به این دو اسلحه وصل کرد. اول بگم که AK-47 برای نصب هیچ گونه وسیله‌ای به جز سر نیزه طراحی نشده بود که البته بعداً یه سری نارنجک اندازهای مخصوص AK-47 طراحی شد که میشد به زیر لوله اسلحه AK-47 وصلش کرد. اما M16 رو میشه وسایل تجهیزاتی بیشتری روش نصب کرد. مثلا میشه یه دو پایه زیر لوله‌اش وصل کرد یا دوربین‌های مختلف از جمله دوربین‌های دید در شب و یا نارنجک اندازهای مخصوص که میشه بهش وصل کرد. پس به این نتیجه میرسیم که از لحاظ نصب تجهیزات نظامی M16 از AK-47 سرتره و قابلیت بیشتری داره. اما از لحاظ تعداد تولید این اسلحه AK-47 بعد معروف شدنش شوروی انبارهای بسیار بزرگی از این اسلحه داشت که اونا رو به متحدان خودش داد. هرچند نمیشه تعداد دقیق تولید شده این اسلحه رو تخمین زد، ولی بیشتر منبع‌های موثق تعداد تولید شده این اسلحه رو بیش از 100 میلیون نام میبرند. اما اسلحه M16 در کشورهایی که زیاد با شوروی ارتباط خوبی نداشتند محبوبیت بسیار زیادی داشت. به صورت کلی در بیش از 70 کشور تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است و به صورت تعداد تولیدی بیش از 8 میلیون قبضه از این نوع اسلحه ساخته شده است. پس از لحاظ تعداد ساخت AK-47 برتری بسیار چشمگیری نسبت به اسلحه M16 دارد. و اگه بخوام به طور کلی نتیجه هر دو رو بهتون بگم، هر دوی این سلاح‌ها نقاط قوت و نقاط ضعف خودشون رو دارن. M16 در سه زمینه کلیدی از جمله برد، دقت و وزن سبکتر برتری داره نسبت به اسلحه AK-47. AK-47 هم از لحاظ مکانیزم ساده، نگهداری راحت‌تر و سریع رفع شدنش در حین جنگ برتری بهتری نسبت به اسلحه M16 داره.